بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، من سیهون کامگار هستم، یک تن از مدرسین حوزه فن بیان که افتخار میکنم با این گونه در گفتار ذهن شنونده را با کردن خسته نسازیم. متاسفانه یکی از مروج ترین کارها در سخنرانی همین شده. از دکتر تا انجینیر، از استاد تا رئیس و از وزیر تا ولی ما وقتی صحبت میکنن خیلی زیاد و به این میگن فرصت تلفی یا وقت تلفی. یعنی گوینده فرصت تلفی میکنه، وقت تلفی میکنه تا جمله بعدی به یادش بیاد، تا پیام بعدی به یادش بیاد. دلایل این کردن چیست؟ یکی از بزرگترین دلیل کردن این است که گوینده کلمه بعدی را به ذهن آورده نمیتونه، یا تکمیل جمله را با خود نداره، یا لغت لازم را روی زبان آورده نمیتونه. مثلا ساختارهای موجود مناسبات بین المللی را باید با هم در نظر بگیرد تا چرا؟ چون لغت بعدی به یاد نمیاد، جمله را تکمیل کرده نمیتونیم، پیام کامل کرده نمیتونیم. یک نوعش همین است. دوم عامل کردن تغییر زبان است. زبان من فارسی است، وقتی به پشتو صحبت میکنم ناگزیر هستم تا وقت کلمه را پیدا کنم، لغت پیدا کنم و درست جمله را کامل و جامع بسازم، باز میکنم. سوم دلیل کردن از همه مهمتر عادت است. پدر میکنه، مادر میکنه، خواهر میکنه. با این کردن ها فرزند هم عادت کرد و این فرزند فکر میکنه که اصلا کردن یکی از اصول بیان است، یکی از مهارت های بیان است، در حالی که چنین نیست. پس راه حل چیست؟ ما در این برنامه آمدیم روی این بپیچیم که چگونه با کردن کنار بیم. پس با کردن چه باید کرد؟ اولین راه بسیار کلیدی از سه راه عمده این است که شما بپذیرید یا پیدا کنید یا کشف کنید یا تشخیص بدین که با چنین مشکل مواجه هستین یا خیر. و بهترین راهش این است که شما صحبت‌های خود باید فیلم بگیرید یا صدا ثبت کنید. من پیشنهاد میکنم سر از فردا وقت دانشگاه رفتین ببینید که استادانتان چقدر زیاد میکنن، ببینید سخنرانان چقدر زیاده میکنه، صنفی هایتان چقدر زیاده میکنه، گزارشگرانی که برنامه‌های زنده یا خبرهای عاجل گزارش میدن چقدر زیاده میکنن. شما هم مثل آنها باید کشف کنید که در کجا کردین. وقتی کشف کردیم حالا به این عقیده رسیدیم که بله من همچون مشکل را دارم، دوم راه حل این است که جایگزین به خاطر فرصت تلفی، به خاطر به یاد آمدن کلمه، به خاطر تکمیل کردن جمله شما مکس کنید. این طرح بسیار خوب است. من، شما و هر کس دیگر. خب این وضع مکس کنید. من، شما و هر کس دیگر. جوان کابلی، زابلی، هلمندی و نورستانی. جوان کابلی، زابلی، هلمندی و نورستانی. این بهترین طرح است. به وضع وقف کنیم. وقف ادراکی 1 تا 3 ثانیه. وقف بسیار کوتاه. بخاطر اینکه ما بتوانیم اون خلا را پر کنیم. بخاطر اینکه فرصت را تکمیل کنیم. بخاطر اینکه فرصت را پر کرده باشیم. این طرح بسیار است. و سوم کاری که برای مدیریت کردن این مشکل و یا برای حل این چالش برای ما کمک کننده است، تمرین است. وقتی شما احساس کردین که واقعا میکنید صحبت‌هایتان با کردن همراه است، چقدر خوب است که بعد از این در وقت صحبت کردن هایتان شما صدایتان را ثبت کنید یا از خود فیلم بگیرید تا دوباره با دیدن فیلم، با شنیدن صدای ثبت شده ما بفهمم که در کجا کردم و به خاطری که خوب کنترل شده باشد در وقت تمرین در برابر هر بار کردن خود را تعدیب کنی. کاری که من انجام میدادم همین کار بود. هر باری که در تمرین میکردم 10 افغانی خیرات میدادم. وقتی یک روز 3-4 بار کرده بودم 30-40 افغانی خیرات داده بودم، دیگه اصلا به ذهن من ثبت شده بود که لطفاً نکن که پولت مصرف میشه.
یا در برابر هر بار ای کردن شما 1 کیلومتر را بدوید. ممکن است این ذهن، این مغز، این اعصاب من و برای ثبت کرده باشم که نکن اگر نه 1 کیلومتر میدوی. این تعدیل بسیار خوب است. پس بحث خود را جمع میکنیم. بزرگترین مشکل یک صدا، خطرناکترین مشکل یک صدا کردن یا فرصت تلفی است. بسیاری ها به این عقیده هستند که این طبیعت گفتار است، حتی میگن که زیبایی گفتار است. نه، شما خودتان محاسبه کنید. کسانی که میکنند و کسانی که نمیکنند کدام زیباتر صحبت میکنند. این خیلی خوب است که اول بپذیریم، پیدا کنیم که این یک چالش است. دوم، به جای ای کردن مکس کنیم و سوم تمرین با تعدیب داشته باشیم. میتواند به زودترین فرصت این مشکل از ما حل شود. سپاسگزار شما. بدون کردن خود را معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سیهون کامگار هستم، معلم فن بیان. افتخار میکنم از کانال نقطه اوج در خدمت شما هستم. سپاسگزارم.